عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان و سپاسگزارم از اینکه از من دعوت کردید در برنامه شما باشم. بینندگان محترم باید توجه داشته باشند که طی 18 ماه گذشته ما نمود نو ویروس را داریم که نشانه‌های نمود نو که به نمود دلتا یا از منطقه هندوستان و انگلستان به وجود آمده بسیاری از کشورها مواجه هستند. به گمان می رود که در تاجیکستان هم نمود کهنه ویروس را داریم و هم نمود نو. نشانه ها به این صورت است که سرفه، بیشتر سرفه ها خشک است ولی در بعضی افراد سرفه ها می تواند بلغمی باشد. بلند شدن حرارت بدن یا تب، نوع نمود جدید یا نو می تواند با گلودرد و آبریزش بینی همراه باشد و سرفه نداشته باشند اطراف. در نمود کهنه و در نمود نو در هر دو می تواند حس بو و مزه از بین برود. می تواند بیمار 2 تا 3 روز درون روی داشته باشد. عموماً اکثر بیمارانی که کووید دارند بیحالی و بیمداری دارند. این نشانه هایی است که به صورت ملایم یا میانه، سبک و میانه میگیرند. در شخصانی که نشانه ها را شدید دارند، آنها یا تیز تیز نفس میکشند یا کوتاه نفس میکشند یا احساس خفگی دارند. پس اگر بینندگان این برنامه هر کدام از نشانه های سرفه، حرارت بلندی، درون روی، گلودرد با آبریزش بینی، از بین رفتن حس بو و مزه داشت گمان بر باشد به کووید، اگر تیز تیز نفس کشید یا کوتاه نفس کشید یا احساس خفگی داشت، حتما باید به بیمارخانه برود. اگر این حالتهای نفس کشی را نداشت، می تواند در خانه بماند و با تلفن به طبیب عائلوی و همشیره طبابتی کمک بخواهد برای انجام تست و معاینات لازم. علامت هایی که فرق کرده است نسبت به سال گذشته این است که در نمود سال گذشته ما بیشتر سرفه را داشتیم، در نمود امسال، نمود نو، بیشتر آبریزش بینی و گلودرد را داریم. پس نه اینکه کسانی که کووید دارند سرفه ندارند، میتواند با سرفه باشد، میتواند سرفه نداشته باشد، به جای او آبریزش بینی با گلودرد یا آبریزش بینی با سردرد داشته باشد. نگاه بینان عزیز باید توجه داشته باشند که من یک قسمی را از نشانه ها را 2 مرتبه بگم. اگر 100 نفر بیمار ویروس کووید 19 ویروس کرونای عامل کووید 19 را بگیرد، از این 100 شخص می تواند 15 تا 20 نفر یگان نشانه نداشته باشد. پس توجه باید داشته باشند بینندگان که 20%، 15 تا 20% افراد هیچ نشانه‌ای ندارند. این را چرا میگویم؟ برای اینکه من دیدم بعضی اهالی در علاقه بودند با یک شخص بیمار و چون خودشان نشانه ندارند فکر میکنند دیگر ویروس در بدن آنها نیست. تمام شخصانی که با فرد بیمار در علاقه بودند آنها هم باید خودشان را 2 هفته نگاه بین کنند. چرا؟ چون میتواند با نشانه باشد، میتواند 15 تا 20% بی نشانه باشد. آیا شخصی که یک بار کووید گرفته است میتواند برای بار دوم بیمار شود؟ جواب بله. شخصی که یک بار گرفته است میتواند برای بار دوم، برای بار سوم، برای بار 4م بیمار شود. به این سبب است که ما میگوییم نه وابسته به اینکه شخص بیمار شده است در گذشته یا اینکه عموماً بیمار نشده است، همه باید رعایت گیگینی شخصی و پیشگیری را انجام بدن. من خیلی خرسندم که افتخار دارم در برنامه علم و طبیعت شرکت میکنم که یک برنامه علمی است و امیدوارم بینندگان توجه داشته باشند به علم، نه به خرافات. به علم دقت کنند، نه به صحبت‌هایی که هیچ دلیل علمی ندارد. علم ثابت کرده است که بیماری کووید 19 از نوزادی که از بطن مادرش بیرون می آید می تواند گرفتار شود تا کلانترین فردی که در روی کره زمین وجود دارد. از بایترین فرد دنیا می تواند بیمار شود تا کم بغلترین فرد. از هر نژادی، از هر رنگی، از هر سنی می تواند به این بیماری ابتلا پیدا کند، بیمار شود
و به این سبب است که ما این ویروس را ویروس حیله‌گر فریبکار می‌نامیم. ویروسی که تمام دنیا را درگیر کرد، به تشویش کشید و هیچ مرزی را، محدودیتی را قبول نکرد. پس همه بدانیم همه در خطر گرفتار شوی به این بیماری هستیم. لیکن در مطالعات زیادی که انجام شد مشخص شد که فوت بیشتر در شخصان بالای 60 سال انجام شده است که بیماری‌های مزمن داشتند، یعنی شخصانی که بالای 60 سال بودند و دیابت یا بیماری قند داشتند، کسانی که بالای 60 سال بودند و بیماری‌های گرده یا جگر یا دل داشتند، فوت بیشتر بوده. بینندگان عزیز توجه کنن، میگم بیشتر، یعنی اینکه در باقی گروه‌ها هم فوت وجود دارد. در کودکان، در نوزادانی که از 1 روزه هستند تا 2 سال، به خاطر اینکه دستگاه مسئولیت سست است، خطر گرفتاری در آنها اتفاقا بیشتر است. پس ما بدانیم همه سنها می توانند گرفتار شوند، ولی فوت در بالای 60 سال بیشتر است. ولی ما دیدیم در دنیا جوانهایی بودند، هر چقدر ورزشکار بودند، در بسیاری از کشورها فوت کردند. تعداد فوت جوانها در نیویورک، در ایتالیا کم نبوده است. نکته مهم این است که آیا ما وقتی که می‌دانیم بیماری از نوزاد را گرفتار می‌کند تا کلان سالترین و دنیا را گرفته است، پاندمی یعنی جهانگیر شده است، آیا باید خوف کنیم؟ خیر، نباید واهمه کنیم، نباید خوف کنیم. باید به اندیشه خود، به علم تکیه کنیم و با اندیشه و فکر این بیماری را برش غلبه کنیم. پس نکته مهم این است، هر جایی که بشر، هر جایی که آدم از دشمنش خوف کرد، دشمن بر او غلبه کرد. هر جایی که آدم دشمن را شناخت و با اندیشه و علم با او مبارزه کرد، بر دشمن انسان غلبه کرد. به این خاطر من از بینندگان عزیز خواهش میکنم که نیاز به نگرانی و خوف نیست، ولی باید احتیاط کرد که هیچ کس بیمار نشود. مادرانی که حامله هستند می توانند بیماری را بگیرند، ولی طی 18 ماه گذشته، در 18 ماه گذشته علم ثابت کرده است که مادر از بطنش بیماری را به جنین شکمش راه نمی دهد. پس هیچ خطری برای جنین نیست. در زمان زایمان وقتی که نوزاد می آید، باید آن جایی که زایمان انجام می شود هواش تازه باشد. اگر مادر در زمان سینه مکانی به بیماری گرفتار شد، باید 2 نقاب بزند، سینه مکانی را در یک اتاق تازه انجام بدهد. وقتی که سینه مکانی می کند، صورتش را به سمت دیگری قرار بدهد و نوزاد سینه مکانی مادر را داشته باشد. پس هیچ منعی ندارد. بدانیم مادران حامله ویروس را به نوزادان، به جنینی که در درون بطنشان هست نمیگذرانند. علم به ما ثابت کرده است که گرفتار شدن به کووید 19 هیچ منع خوراک و غذا ندارد. پس ما توصیه می‌کنیم، طبیبان در سراسر دنیا توصیه می‌کنند که بیماران حتما خوراک را بخورند. چه خوراکی؟ هر نمودی که در دسترس هست. ولی بهتر است که میوه ها، سبزوات را بیشتر بخورند، چون میوه ها و سبزوات سرشار هستند از ویتامین ها و این ویتامین های طبیعی است، نه ویتامین های شیمیایی. پس خیلی مهم است. پس هر خوراکی که خواستن بخورن. چرا خوراک مهم است؟ بدن انسان دارد با دشمنش می جنگد. این دشمن ویروس است، ویروس کرونا است. وقتی که وارد ویروس کرونا وارد بینی و دهان می شود و وارد شش می شود، بدن به پررگی دفاع می خواهد بکند. نیروهای دفاعی ما نیاز به غذا دارند، نیاز به انرژی دارند. پس این انرژی را ما باید از خوراک‌ها بگیریم. پس اگر احساس بیحالی و بیمداری است، به خاطر این است که این بدن التهابی که ایجاد شده، التهاب یعنی دفاع بدن، دارد کوشش می‌کند که دشمنش که ویروس است از بین ببرد.
نیاز به خوراک دارد. توصیه من این است، میدانم که بیماران بی اشتها هستند، بی مدار هستند، ولی اگر میتوانند در دفعات زیاد به مقدار کم هم شده است خوراک را بخورند. خیلی مهم است که ما نیاز این نیروهای دفاعی را از لحاظ خوراک و غذایی تأمین کنیم. بینندگان عزیز، چرا پیشگیری مهم است؟ ما می‌دانیم از هر 100 نفری که بیماری کووید 19 را بگیرد، نه وابسته به اینکه در کدام کشور زندگی می‌کند و نه وابسته به اینکه در کدام بیمارخانه و کدام طبیب دنیا به او خدمت می‌دهد، می‌تواند از هر 100 نفر 1 نفر تا 3 نفر را به هلاکت برساند. پس ما با یک بیماری در طرف هستیم که از هر 100 نفر گرفتار شده 1 تا 3 نفر فوت می کند و قریب 15 تا 20 نفر به صورت شدید می گیرد و به بیمارخانه می رود. به این سبب است که ما باید کوشش کنیم که پیشگیری کنیم که بیماری را نگیریم. راه این که پیشگیری کنیم خوشبختانه علم به ما کمک کرده است که کاملا بشناسیم. 2 راه برای پیشگیری هست. 1 راه‌های غیر داروواری، 2 کارهای پیشگیری که با داروواری ها هست. کارهای پیشگیری که با داروواری است همین واکسن هاست. ما تا به امروز هیچ نوع داروی آنتیبیوتیکی که بتواند ویروس را به هلاکت برساند در هیچ جای دنیا نداریم. فقط واکسن ها می توانند کمک کنند به دستگاه بدن که بدن دفاع کند و ویروس را در مرحله اول شکست دهد. اما راه‌های غیر واکسن، ما می‌دانیم که قبل از اینکه واکسن بیاید خیلی کشورها موفق عمل کردند در زمینه کنترل یا از بین بردن بیماری، از جمله جمهوری تاجیکستان در سال گذشته. در پایان سال ما دیدیم که چه دستاوردهای خوبی تاجیکستان آمد که واکسن هنوز نداشت. خیلی از کشورهای دیگر هم واکسن نداشتن. چه کار کردن؟ رفتن به سراغ پیشگیری اولیه که سالها او را میشناسیم، رعایه گگنی شخصی. ویروس از راه بینی و دهان و چشم وارد بدن می شود. پس یکم این است که ما نگذاریم، من همیشه اینو تشبیه می کنم، میگم بدن خود را مانند سرزمین خود، کشور خود بدانیم. برای اینکه دشمن ما از سرحدات عبور نکند، سرحدات بدن ما برای ویروس کرونا بینی و دهان است. وقتی که ویروس وارد بینی و دهان می شود، ویروس ها یک چنگکی دارند. این چنگک می چسبد به یک فاصله ای که در حجیره هست به نام ACE2. این اختصاصی ویروس کووید 19 هست. این چنگک می چسبد و خودش را وارد حجیره بینی می کند، خودش را وارد حجیره گلو می کند و یا اگر وارد شش شد خودش را وارد حجیره شش می کند. آیا می شود در جلوی بینی و دهان را گرفت که ویروس عبور نکند؟ علم ثابت کرده است که نقاب‌های 1 کرته و اگر نقاب‌های 1 کرته در دسترس نباشند، نقاب‌هایی که به نقاب‌های خانگی استفاده می شود نام برده می شود، برای اهالی می تواند جلوگیری کند. مهم این است که ما باید تقسیم بندی کنیم، دسته بندی کنیم. یعنی چه؟ یعنی شخصانی که در بیمارخانه ها کار می کنند، با بیماران سرایوی کار می کنند، با بیماران کووید کار می کنند، آنها باید نقاب‌های N95 بزنند. پس شخصانی که در بیمارخانه ها با بیماران سرایوی کار دارند و با بیماران کووید نمی توانند 1 کرکتر استفاده کنند و نباید خانگی استفاده کنند. فقط و فقط نقاب‌های N95. پزشکان، طبیبان، همشیره‌های طبابتی که در پلیکلینیک‌ها کار می‌کنند و بیمارخانه‌های غیر سرایوی، بیمارخانه‌های غیر کووید باید از نقاب‌های 1 کرته استفاده کنند و هر 8 ساعت این نقاب را دفع کنند. اهالی نه وابسته به اینکه چه شغلی دارند، برای کل اهالی بسته به آنهاست. اگر می‌توانند نقاب 1 کرته استفاده کنند، روزی 1 بار اینها را باید دفع کنند. اگر نقاب 1 کرته در دسترس نیست یا اینکه مبلغش گران است، می توانند نقاب‌های خانگی را درست کنند
می توانند برای اینکه خوشروتر هم بشود از این نقش‌های چکن اطلسی استفاده کنند. 2 لایه باید باشد، درون و بیرون، و در میانش 1 لایه پخته بذارند، استفاده کنند به راحتی. در بینی و دهان را میگیرد. لیکن این نقاب‌های خانگی باید 5 تا درست کنند، 5 نمود. چرا 5 نمود؟ برای اینکه وقتی که در یک روز این نقاب را استفاده می‌کنند، ویروس‌ها در سطح بیرون میچسبد. این را که تمام کردن در روز جمع می‌کنند، می‌ذارند در یک پاکت می‌بندند. روز دوم نقاب دوم، روز سوم نقاب سوم استفاده می‌کنند، در پاکت می‌ذارند. روز پنجمین نقاب را استفاده می‌کنند در پاکت. روز ششم که آمد، یعنی 5 روز از نقاب اول که در پاکت بوده گذشته است، دیگر ویروس‌ها همه مرده‌اند. چرا؟ خوشبختانه درست است که ویروس‌ها بسیار حیله‌گر و فریبکارند، ولی ویروس‌ها برای دوام زندگی خودشان نیاز به حجیره‌های زنده دارند. وقتی که ویروس‌ها از شش و دهان خارج می‌شوند و می‌چسبند به نقاب، اگر این نقاب‌ها 5 روز در یک بسته در یک پاکت باشند، ویروس‌ها از بین می‌روند. پس می‌توانند روز ششم بروند نقاب یکم را در بیارند و استفاده کنند. این یک راه دیگر این است که اگر یک نقاب خانگی می‌خواهند داشته باشند، این نقاب خانگی را بعد از اینکه روز تمام شد، در آب 80 گرادوس 2 دقیقه، در آب 80 درجه 2 دقیقه نگه دارند، ویروس‌ها از بین می‌روند. خوشبختانه ویروس‌ها در مقابل گرمای 80 درجه بسیار سست و ضعیفند. پس راه پیشگیری، اول کار نقاب است که جلوی بینی و دهان را بگیرد. دوم راه شستن دست‌ها با آب و صابون. وقتی که ما با آب و صابون دست‌ها را می‌شوریم یا اینکه از مواد الکلی یا دسینفکسیون استفاده می‌کنیم، ویروس‌ها از دست‌ها از بین می‌روند. اگر دست ما با چشم ما یا دهان ما تماس پیدا کرد، باعث انتقال بیماری نمی‌شود. راه سوم فاصله اجتماعی است. یعنی چه؟ یعنی از دیگران نه کمتر از 1.5 متر فاصله بگیریم. چرا؟ اگر من ویروس در بدنم باشد، وقتی که من گپ میزنم یا نفس میکشم، این ویروس ها از بدن من خارج میشود و در هوای پیرامون میماند. 1.5 متر اگر من سرفه نزنم، این بعد از 1.5 متر به زمین میآید. پس حداقل نه کمتر از 1.5 متر باید ما فاصله داشته باشیم در کنار نقاب زدن. و نکته مهم پیشگیری در این فصل تابستان این است که میفهمم چون هوا گرم است، این برنامه شبکه علم و طبیعت است. بیاییم از این طبیعت تابستانی که درست است گرم است، ولی طبیعت تابستانی هوای تازه هم دارد، درها و پنجره ها را باز کنیم. در این فصل تابستان متاسفانه به خاطر گرمای هوا درها و پنجره ها تریزه ها را میبندند و این سرماسازها یا کاندیشنرها را باز میکنند. این باعث می شود که ویروس در یک فضای بسته به گردش بیاید و بیماری را پهن کند. پس اگر شما گرما تشویشتان می دهد، بینندگان عزیز دقت کنید، اگر گرمای تابستان شما را تشویش می دهد و می خواهید از ایرکاندیشنر یا سرماساز استفاده کنید، حتما تریزه ها و درها را باز کنید. بهتر این است که ایرکاندیشنرها را تا می توانید روشن نکنید و از هوای تازه بیرون استفاده کنید. هوای تازه باعث می شود که ویروس ها از بین بروند و یا کم شوند و وقتی که ویروس ها کم شدند دیگر بیماری ایجاد نمی کنند. پس راه های پیشگیری: یکم نقاب زدن، دوم شستن دست ها، سوم فاصله نه کمتر از 1.5 متر و چهارم باز کردن پنجره ها، تریزه ها و درها برای وجود هوای تازه، چه در خانه ها و چه در مشروطگاه ها، اتوبوس ها و تاکسی ها و ماشین ها. بینندگان عزیز دقت بفرمایید، بعد از 18 ماه تحقیقات علمی که صورت گرفته است، 80 تا 85% بیماران نیاز به هیچ درمانی ندارند. می توانند در خانه بمانند، لیکن وقتی که در خانه میمانند باید در یک اتاق بسته باشد و علاقه با دیگر اهالی و عائله نداشته باشند. مراقبت در خانه چند تا خوبی دارد. خوبی یکمش این است: ما با بیماری طرف هستیم که 80 تا 85% هیچ طبابتی نمیخواد، پس نیاز نیست تشویش داشته باشیم که حتما دکتر و بیمارخانه و اینا باید باشد. دوم، وقتی که شخص در خانه است،
احساس تنهایی، احساس دوری، احساس ناراحتی روانی نمی کند چون در عائله است. پس خیلی مهم است. سوم، از لحاظ خوراکی، یارداندهی، اینها کمک بهش میده. این هم مهم است. ولی همینجا باید دقت کنیم که اگر شخصی بیمار است و در یک خانه میماند، علاقش را با دیگر عائله باید بسته کند، وگرنه او باعث می شود که دیگر اهالی عائله بیمار بشوند. پس خیلی مهم است که مراقبت در خانه در تاجیکستان دارد انجام می شود برای 80% بیماران، ولی باید علاقهش با دیگر شخصان خانه قطع شود. چطور؟ باید در یک خانگی جدا باشد، در آنجا بسته باشد، کودک ها، پدرکلانی، مادرکلانی، همسر وارد آن اتاق نشود. آن خانه باید تریزه هاش گشوده باشد و شخص حتما خودش نقاب زده باشد و دیگر اهالی هم آنجا نقاب بزنند. به همین سادگی می شود مراقبت کرد. اما چه شخصانی نمی شود در خانه مراقبت کرد از آنها؟ شخصانی که تیز تیز نفس می کشند، شخصانی که کوتاه نفس می کشند، شخصانی که احساس خفگی دارند و نفس کشیدن برای آنها سخت است و شخصانی که در توموگرافی گرفتاری شش بیشتر از 45 تا 50% باشد، اینها باید حتما در بیمارخانه مراقبت شود. و نکته‌ای که همیشه از من سوال می شود این است که آیا شخصی که کووید گرفته است آیا آنتی بیوتیک باید مصرف کنیم یا نه؟ این برنامه برای شبکه علم و طبیعت است. عالمان گرامی، همکاران ارجمند و اهالی تاجیکستان و فارسی زبانان دنیا توجه کنید، تا به امروز هیچ آنتی بیوتیکی که بتواند ویروس کرونا را از بین ببرد وجود ندارد. هیچ آنتی بیوتیکی در هیچ جای دنیا که ویروس عامل کووید 19 از بین ببرد وجود ندارد. پس خواهش من، التماس من این است که بی خودی تشویش مصرف آنتی بیوتیک نداشته باشید. نه آکل آنتی بیوتیک، نه حب آنتی بیوتیک، هیچ نیاز نیست و ممکن هم نیست. استفاده نابجا از داروها باعث می شود که مکانیسم بدن دچار تشویش بشود و خیلی ها دچار عارضه های نه به سبب کووید بلکه به سبب داروهایی که بیجا استفاده شده است بشوند. پس نیازی به مصرف آنتی بیوتیک نیست. گروه دیگری از بینندگان و شنوندگان و اهالی از من پرسیدند که دیده ایم در وبسایت یا در یک مجله شخصانی که کووید میشوند لخته شوی خون در آنها ایجاد می شود. آیا این درست است؟ بله، ولی نه در همه شخصانی که گرفتار کوویدند. لخته شوی خون در شخصانی است که بیماری را به صورت وزنین و خیلی وزنین میگیرند. پس نیاز هست که آن شخصانی که تیز تیز نفس میکشند، نفس کشیدنشان سخت است، مقدار اکسیژن خون آنها کم است و معیار آزمایشگاهی، ما بدون معیار آزمایشگاهی نمیتوانیم به شخصی داروی ضد لخته شوی بدهیم. پس معیار آزمایشگاهی را نگاه میکنیم، اگر آن معیارها را داشت آن موقع داروی ضد لخته شوی میدهیم. پس نیازی نیست که باز هم 85% افراد نیاز نیست داروی ضد لخته شوی بخورند به هیچ عنوان. گروه دیگری از من میپرسند که ما داروهایی مانند دگزامتازون که داروهای ضد التهاب است آیا ثمرناک بوده است یا نه؟ بله، داروی دگزامتازون ثمرناک بوده است، ولی نه برای همه اهالی. داروی دگزامتازون برای شخصانی که بیماری را خیلی وزنین گرفته‌اند برای آنها استفاده می شود و ثمرناک است. اگر دیگر افرادی که به صورت خیلی وزنین بیماری را نگرفتند داروهای مانند دگزامتازون یا ضد لخته شوی یا آنتی بیوتیک استفاده کنند، آن می تواند به بدن آسیب برساند و دفاع بدن را سست کند و خدای نکرده فرد به خاطر عارضه‌های دارویی فوت کند. پس از مصرف نابجا و بیدلیل دارو پرهیز کنید. ببینید، ویروس ها وقتی که تولید می کنند از خودشان به سبب مبارزه‌ای که با بدن انسان دارند سعی می کنند بدن را فریب بدهند. مثال در بیماری کووید 19 وقتی که انسان ویروس کووید 19 وارد بدنش می شود، دفاع بدن به پورگی ویروس را می شناسد و دفع می کند. به این سبب است میگوییم که آنتی بیوتیک نمیخواهد بخورید. چرا؟ چون خود دفاع به پورگی ویروس را از بین میبرد. ولی ویروس ها هم بسیار حیله‌گر و زیرکند
ویروس میآید شکل خودش را عوض می کند. یعنی چه؟ وقتی که ویروس وارد بدن می شود، هر ویروس اختصاصاً یک بیرق اختصاصی خودش را دارد که با آن میگوییم آنتیژن. آنتیژن یا آنتیگن بیرق اختصاصی ویروس است. وقتی که ویروس وارد بدن می شود، بدن دشمن را میفهمد وارد شده است و آن بیرق را شناسایی می کند و بر ضد آن بیرق اختصاصاً از دو راه، یک راه خیمیایی که با آن آنتی تله ها میگوییم و یک راه سلولی یعنی حجیره میرود، حجیره زنده دفاعی حجیره ویروس را میبلعد و نابود میکند و دفع کند. از دو مکانیزم ویروس را از بین میبرد. پس مهم این است که ویروس آن بیرقش شناسایی شود. بعد از اینکه بدن او را از بین میرود، از آنجایی که ویروس ها بسیار هوشیار و زیرکند میآیند و آن بیرق شکل بیرق را عوض می کنند و وقتی که شکل بیرق عوض شد، بدن دیگر با بیرق جدید آشنا نیست. پس زمانی خواهد برد که بیرق جدید را بشناسد. این زمان باعث می شود که ویروس های نو برای مدتی غلبه می کنند. پس دلیل عوض شدن یا جهش یا موتاسیون یا اشتم این است که ویروس می خواهد از دست دفاع بدن خودش را رها کند. به این سبب شکل خودش، نمود خودش را عوض می کند. مشکلی که هست این است که ویروس ها یک بار و دو بار جهش نمی کنند، صدها بار جهش می کنند. یعنی در طی 18 ماه گذشته هزاران بار این ویروس جهش کرده است، یعنی اشتمش عوض شده است و شکلش عوض شده است و در واقع موتاسیون کرده است. چرا 4-5 موتاسیون یا جهش مهم است؟ به خاطر اینکه صدها نوعی که جهش کرده است فرقی با نمود اول نداشتند، ولی 5 نمود آخر فرق داشتند. فرقشان در چیست؟ خوشبختانه فرقشان در فوت نبوده است. همان درصد فائزی که فوت بوده است حاضر هم همون است. فرقشان در تیز پهن شوی است. یعنی ویروس آخران که به نام دلتا هست که از هندوستان و انگلستان به وجود آمده است، 2 نمود اشتم گذشته را که موتاسیون یا شکلشان را تغییر کرده بودند، 2 نمود علاهده تغییر پیدا کرده بود. این 2 نمود علاهده را به هم چسباند و نمود سوم از 2 نمود علاهده تغییر یافته پیدا کرد. به این سبب هم سخت‌تر شده است برای دفعش و هم تیزتر پهن می شود. به این خاطر است که مردم باید بیشتر هوشیار باشند. اما ویروس نمود نو نسبت به نقاب هم تغییری کرده است؟ خوشبختانه نه. یعنی چه ویروس نو که دلتا هست و چه ویروس کهنه، همگی در مقابل نقاب میتوان جلوگیری کرد. برای آلوده نشدن با نقاب میتوان هم از نمود نو جلوگیری کرد و هم از نمود کهنه. بینندگان عزیز دقت بفرمایید که بسیاری از دانشگاه‌ها در دنیا، بسیاری از کمپانی‌های داروسازی در دنیا، حکومت‌های دنیا به دنبال این بودند که چطور از دست این ویروس خلاص بشوند. یکی از راه‌های پیشگیری و خلاص شوی زدن واکسن هاست. واکسن ها چیستند؟ واکسن ها یا آن بیرق ویروس است یا ویروسی است که از بین رفته است و خیلی سست شده است و یا مغز ویروس که ویروس مانند واکسن های فایزر و مادرنا است که مسنجر RNA یا آن در واقع مغز ویروس است که از آن تولید واکسن می کند. پس واکسن ها یکم بدانیم هیچ کدام از واکسن هایی که در دنیا هست خود ویروس زنده نیست. به این سبب واکسن ها بیماری ایجاد نمی کنند. واکسن ها یا قسمی از ویروسند یا ویروس کشته شده. پس یکم واهمه نداشته باشیم که اگر ما یک ماده‌ای به بدن ما وارد شد این ما را بیمار می کند. به پورگی ما بیمار نمی شویم. چه کار می کند؟ آن بیرق یا ویروس کشته شده را به دفاع بدن نشان می دهد. همان بیرق گفتم آنتیگن یا اینکه مسنجر RNA که مغز ویروس است وارد بدن می شود و آن بیرق را می سازد و یا ویروس
سوس شده یا کشته شده را نشان بدن می‌دهد و بدن دستگاه دفاعی به پورگی او را شناسایی می‌کند و آماده می‌شود برای آینده وقتی که ویروس اصلی زنده، حجیره زنده وارد شد، ویروس اصلی را دفع کند. پس واکسن‌ها به بدن یک هشدار می‌دهند که بدان احتمال دارد در آینده از این سرحدات شما توسط این ویروس دچار مشکل شوی، خودت را تیار کن. پس برای ما واکسن ها ایمنند. مطالعاتی که در میلیون ها نفر انجام شده است به این نتیجه رسیده است که واکسن هایی که در حال حاضر هست در دنیا هر 7 نمودش ایمن هستند. عارضه دارند بله، ولی عارضه بسیار بسیار کم است. سود دارند، خیلی سود دارند و فایده. سود و فایدهشان چیست؟ یکم، اگر 100 نفر بیماری کووید بگیرد، واکسن نزده باشد، 1 تا 3 نفر میتواند فوت کند، 15 تا 20 نفر به بیمارخانه برود. ولی اگر همین 100 نفر واکسن زده باشند، دیگر ما فوت بسیار کم می شود و شدید شدن بیماری را نداریم. پس این یک خبر خوش علمی است که ما چند ماه است در دنیا داریم و به این سبب است که بین کشورها جنگ و دعوا هست که کدام کشور بیشتر واکسن به دست بیارد و به دسترس اهالی بذارد. حال که جمهوری تاجیکستان، حکومت تاجیکستان و تشکیلات بین المللی این همه زحمت کشیدند که واکسن ها بی پول رایگان در دسترس اهالی قرار بگیرد، اهالی باید به علم توجه کند نه به خرافات. به علم اگر توجه کنید ببینید میلیون ها نفر در دنیا واکسن را زدند و سود بردند. کشورهایی که واکسیناسیون آنها بیشتر بوده است الان دیگر باز شده است، مردم به حالت اول برگشتند. پس سود واکسن ها این است که یکم فوت را از بین میبرد، دوم شدید شدن بیماری را کم میکند و ما میتوانیم در آینده برگردیم به حالت اول. حتما واکسن ها را اگر در دسترس است استفاده کنید. ولی در مورد عارضه واکسن ها چه عارضه هایی میتواند داشته باشد؟ از من سوال میکنند که ما در یوتیوب یا در وبسایت خواندیم که مثال واکسن آسترازنیکا لخته شوی ایجاد کرد و برای مدتی منع شد. این درست است؟ بله. ولی دقت کنیم که موضوع چه بوده است؟ موضوع این بوده است: در 39 میلیون نفر اهالی اتحادیه اروپا که واکسن آسترازنیکا را زده بودند، از هر 2 میلیون نفر 1 نفر لخته شوی شدید داشت. وقتی که این لخته شوی ها گزارش شد، دانشمندان گفتند چند هفته ما منع کنیم ببینیم سبب چیست و آیا می توانیم پیشگیری کنیم از این لخته شوی. بعد از چند هفته سبب را مشخص کردند که واکنش های آلرژی است که در بدن ایجاد می شود و تبابتش را هم یافتند. به این سبب واکسن آسترازنیکا استفادهش دوام پیدا کرد. در بسیاری از کشورها این واکسن ها استفاده می شود. بعضی وقتا نافهمی شده است. در بعضی کشورها فکر کردند که کشورهایی مانند انگلستان و اروپا اینها را نمیزنند و دادند به کشورهای دیگر. خیر، همه کشورها واکسن آسترازنیکا مورد تایید است. واکسن سینوواک و آسترازنیکایی که در جمهوری تاجیکستان هست هر دو مورد تایید هستند و در دنیا برای دسترسی کوشش دارد می شود. عارضه های سبک چیست؟ عارضه های سبک می تواند شخص در محلی که واکسن میزند درد ایجاد بشود چند روز، می تواند سرخی ایجاد کند، می تواند برای 2-3 روز بیحالی داشته باشد فرد یا حرارت بلندی داشته باشد. اینها همه عارضه های سبکند. کدامش بدن را تشویش نمی دهد، هیچ کدامش باعث فوت یا نگرانی نیست. پس توصیه من این است حتما اگر واکسن شد در دسترس قرار گرفت واکسن بزنید. اما اگر در یک اهالی واکسن خواستن بزنن یا در یک کشوری واکسن تعدادش کم بود، کدام گروه ها اول بزنند؟ توصیه من این است که اول گروهی که حتما واکسن بزند 50 سال به بالاست و خصوصا شخصانی که بیماری های مزمن دارند اینها اول بزنند. چرا؟ ما در این گروه بیشتر فوت داریم و وقتی واکسن میزند فوت افراد پایان میآید. بعداً اگر در دسترس شد از 18 سال به بالا همه اهالی بزنند، بسیار مفید است. ویروس کرونایی که سبب بیماری کووید 19 می شود خودش فوت ایجاد نمی کند. خودش وقتی که وارد بدن شد در بعضی شخصان که همان 20% است بدن
واکنشی که به این دشمنش انجام میدهد شدید است. یعنی چه؟ یعنی در اصطلاح ساده این است که ما دشمن را میخواهیم از بین ببریم. دشمن در حجیره‌های شش است ولی نیروی دشمن کم است. ما دشمن را فرض میکنیم که دشمن خیلی زیاد است، هم دشمن را از بین میبریم هم حجیره‌های شش. پس از هر 100 نفر که بیماری را میگیرند 20 نفر نمیدانیم آن 20 نفر کی هستند، در چه سنی هستند، اینها را نمیدانیم. در 20 نفر بدن دفاعش التهابی که ایجاد می کند بسیار شدید است. در اصطلاح علمی ما یک مولکول های پروتئینی داریم به نام سایتوکین ها که این سایتوکین ها بیش از حد از بدن خارج می شوند. سایتوکین ها کارشان پیغام رسانی به حجیره های دفاعی است که حجیره های دفاعی حمله کنید دشمن آمده است. مثال اگر مانند یک جنگ بگیریم، در سرحدات یک سری نیرو هستند که به ستاد کل خبر میدهند که در این سرحدات دشمن آمده است. آن خبری که میدهند با آن بیسیم این کار همین سایتوکین هاست. اینها یک سری مواد شیمیایی، پروتئین‌های شیمیایی است که خبر میدهد به حجیره‌های سفید که دشمن زیاد آمده است. اگر این خبر زیاد باشد از واقعیت، باعث می شود که دفاع بدن بیش از حد دفاع کند و این طوفان سایتوکینی باعث می شود که حجیره‌های شش از بین بروند و به این خاطر التهاب شش ایجاد می شود و به خاطر کم رسیدن اکسیژن به بدن یا گرده از کار می افتد یا لخته شوی می شود و فرد فوت می کند. پس کل موضوع این است که التهاب شش ایجاد این موضوع می کند. التهاب شش می تواند در بیماری های دیگه هم ایجاد شود. بله این درست است. اینجا مهم است که طبیبان باید دقت کنند که وقتی که تشخیص می دهند تشخیص را درست انجام بدهند. درست است که نشانه های آبریزش بینی می تواند از یک زکام ساده باشد تا یک کوویدی که می تواند بیماری فوت ایجاد کند. درست است که سرفه و تب می تواند از کووید باشد، می تواند اگر با خلط همراه باشد سل هم باشد. پس اینها از لحاظ نشانه می تواند با بیماری های دیگر اشتباه شود، ولی آنجا کار طبیب است که درست تشخیص کند. به این خاطر اهالی باید به طبیبان خودشان اطمینان کنند و خواهش من از همکاران این است که هر روز وقتی که ما مطالعه کنیم بیشتر یاد میگیریم که چطوری بتوانیم بهتر تشخیص کنیم که خدمات بهتری بدهیم. چرا مهم است درست تشخیص کنیم؟ برای اینکه در بعضی بیماری ها تبابت ها با هم فرق دارد. هر بیماری تبابتش به یک گونه است. وقتی که ما تشخیص درست بدهیم می توانیم تبابت درست کنیم و بیمار را زنده نگه داریم، سالم کنیم. اگر ما تشخیص درست ندهیم تبابتمان هم درست نیست و نه بیمار سالم می شود و نه ما راضی می شویم. چرا؟ وقتی که ما همه طبیبان، همه همشیرها، همه کارمندان ساحه طب دنبال اینند که بیمار با لبخند به زندگی خود برگردد، ولی اگر ما تشخیص درست ندهیم دچار مشکل می شود. پس جواب سوال شما این است که بعضی نشانه ها مشابه است با بیماری های دیگر، ولی بیماری کووید 19 قابل تشخیص قطعی هست و اگر بیماری کووید 19 تشخیص قطعی شد و در خانه یا سرپایی آمبولاتوری تبابت خواست بگیرد، نیاز به هیچ آنتیبیوتیکی نیست، نیاز به هیچ داروی ضد لخته شوی یا دگزامتازون که ضد التهابی است ندارد. فقط این در بیمارانی که بیمارخانه‌ای هستند طبق پروتکلی که در جمهوری تاجیکستان بروز شده است و در دسترس هست باید صورت بگیرد. شنوندگان و بینندگان عزیز سپاسگزارم که وقت گذاشتند و این برنامه رو دیدن. در آخر هم میخوام منتداری خودم رو به همه اعلام کنم و از همه خواهش کنم که بدانیم اهمیت زدن نقاب بسیار بسیار مهم است، چون پیشگیری میکند و ما نمیخواهیم هیچ کس بیمار شود. خواهش میکنم که به این دقت داشته باشید که من نقاب میزنم، شما چطور؟